ما یه رفیقی داشتیم بنده خدا سالیان سال سردرد خیلی بدی داشت. یه روز من در مغازه ما نشست، همونجوری سرشم گرفته بود، یه چای براش ریختیم و داشت می‌خوردش و گفتم که سردرد خوب نمیشه. گفتش که نه هر دکتری میرم مثلا انگار نه انگار. گفتم که مگه تو آذر ماهی نیستی؟ گفتش آره. گفتم خب یه انگشتر فیروزه نیشابور بهت بدم دستت کن فکر کنم خوب بشی. گفتش که چه ربطی داره؟ گفتم خب سنگ ماهت دیگه، بالاخره باید از سنگ ماه استفاده بکنی و فیروزه دنیایی از خواص و فوایده. گفتش خب میدونم خواص داره ولی خب به سردرد چه ربطی داره؟ گفتم که همین که از ما شما خرید انجام بدی و من برات دعا کنم چون از من خریدی قطعا این مشکل شما حل میشه. بعد گفتش که خب اعتماد نفست خیلی خوبه ماشاءالله. گفتم بدک نیست، بالاخره دیگه اینم یک راهیه برای فروختن. خلاصه یه دونه از این انگشتر براش ما درست کردیم، یه کاوش دستساز کار فوق العاده عالی فیروزه نیشابور. از اینا دستش کرد. همون ساعت اول گفتش که من سردردم به کل خوب شد. بعد گفتم که چطور؟ گفتش که هیچی دیگه، من تصمیم گرفتم که از این بعد مشکلاتمو به کسی نگم تا اینجوری تو پاچم نره. گفتم خب اینم راهیه. خلاصه فیروزه بخرین همیشه.